در ناحیه وخش جهت ارج گذاشتن به فرهنگ ملی و عنعنه‌های نک اجدادی مخصوصا لباس زیبای ملی اطلس و آدرس و چکن، بلند برداشتن فرهنگ لباسپوشی، ترغیب و تشویق لباس‌های ملی که تجسمگر فرهنگ و آیین ملت تاجیک است، فستیوال تحت عنوان لباس ملی نشانه تمدن و فرهنگ ملی برگزار کرده شد. بهر گرامی داشت فرهنگ و تمدن، رسم و آیین و لباس ملی که نشانه احترام به تاریخ گذشته نیاگان نمونه است، زنان و بانوان، نورسان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه وخش با باور نمودن لباس‌های زیبای ملی راهپیمایی ادانه دایر نمودند که به چاره‌بینی امروزه شکوه دیگر زن نمود. مقصد برگزاری فستیوال نمایش لباس‌های ملی پیش از همه بیدار نمودن حس وطن‌دوستی جوانان، ارج گذاشتن به فرهنگ ملی، احترام عرف و عادت و عنعنه‌های نیک گذشتگان خود، نگاه داشتن تاریخ و فرهنگ کهن‌بنیاد ملت تاجیک، قدر و منزلت لباس ملی، سرعت و صفت تازه بخشیدن به استحصال متاعهای گوناگون ملی از قبیل چکن و چکندوزی، سوزندوزی و گلدوزی، اینچنین معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین‌المللی به حساب می رود. همزمان قید گردید که پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان گرامی داشت فرهنگ و مدنیت خلق تاجیک، عرف و عادت‌های ملی، تاریخ نیاگان، حفظ هویت ملت تاجیک و بلند برداشتن معرفت و مدنیت شهروندان را در محور سیاست خردمندانه خود قرار داده است. مورد به ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای ترغیب و تشویق چکن و اطلس در تمام چهاره‌بینی‌های سطح جمهوری و بین‌المللی از جمله فستیوال آزمون‌های اندلب، چکمه گیسو، سپیده، صدرنگ چکن، تجلیل بین‌المللی جشن نوروز، مهرگان و روزهای استقلالیت دولتی این متاع را همچون معرفی‌گر فرهنگ و تمدن ملی منظور همگان می‌گردانند. ذکر گردید که لباس ملی چون جزئی مهمی فرهنگ خلق و ملت در تشکل حس خودشناسی و خودآگاهی و تندرستی و وطنپرستی مردم نقش می‌گذارد. ملت تاجیک با تاریخ باستانی و تمدن‌ساز خود در عرصه بین‌المللی موقع خاصه داشته، همکنون با صاحب استقلال گردیدن کشور و تدبیرجویی‌های رهبریت عالی مملکت و رشد هنرهای ملی و مردمی و عنعنه‌های نیک گذشتگانمان تکان جدی بخشیده شد. در فرجام چهاره‌بینی بهر بالید خاطره اشتراکچیان از جانب هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه برنامه جالب فرهنگی پیشکش مهمانان و اشتراکچیان گردانیده شد.